کردم که وقتی داره یه شعر، ببین وقتی هستی طبع شاعرانم گل میکنه. احساس کنم وقتی من اینجا شاهین، انرژی‌های شدید بینندگان عزیز میدونید که شاهین به تازگی ازدواج کرده. گفتم در مراسم عروسیش هم قرار بود ما بریم و باشیم و نشد چون شهرستان بودم، بهتون گفتم. اما زیباترین اشعار عاشقانه رو تقدیم به همسرش کرد که من قسمتی از این شعر رو برای شما میخونم. مهران شاهین عزیز این رو خون برای همسرش که صبح که در پنجرمون وا میشه، ظهر که در پنجرمون وا میشه، عصر که در پنجرمون وا میشه، شب که در پنجرمون وا میشه. آخ که چقدر پنجرمون وا میشه، وای که چقدر پنجرمون وا میشه. واقعا این طبع شاعرانه قابل تحسینه. من موندم که چطور تو تونستی دیپلم بگیری و دیپلمی الان چی واقعا؟ نه واقعا جهت اطلاعات امید باید بگم که من الان فوق لیسانس دارم میخوام. گفتم که فخر بپوشم دیگه. فوقش لیسانسی درسته؟ من رفتم. شاهین کلاس پنجم تیزهوشان قبول شد. باباش گفت الان که در اوج هستی از درس خداحافظی کن و الان خداحافظی کرد و رفت. خب من موندم و اینجا تنها و دوستان هنرمندی که همکنون مقابل من هستند و منتظرن نوبتشون بشه بیان روی صحنه. از فرصت استفاده میکنم و یک بار دیگه صمیمانه این عید بزرگ، عید سعید مبعث رو به همه شما خوبان بینندگان عزیز و محترم شبکه پربیننده سه سیما تبریک و تهنیت عرض میکنم و به همه مسلمانان جهان. عید مبعث آغاز رستاخیز انسان و خیزش انسان از خاک تا افلاک است. امیدوارم که این عید همراه با خیر و برکت و رحمت الهی برای شما عزیزان و خانواده های گلتون باشه. قربان خسته نباشید. شما خیلی ارادت دارم. یه دستم به افتار آقای جمشیدی بزنید. واقعا خیلی که واقعا آدم خودش رو هدف بکنه برای اینکه مردم خوشحال باشن، مردم بخندن، خیلی خوب. خیلی دفعه پیش آسایید بوده شما، حالا نوبت شما بود. آسایید هدف بهتری بود به خاطر جستش دیگه. این ترتیب شما آقای تدارچو. عرضم حضور شما که متشکرم از حسن ریوندی عزیز. به حال امیدواریم که لذت برده باشیم تا اینجای برنامه. اما اخلاق رسانه‌ای میگه که یه فرصت مشابهی در اختیار آقای رجبی بذاریم دیگه. آقا نه واقعا شما شنیدین چی میگو؟ اینقدر فرصت دادید مثلا من فقط متاسف بودم. نظر شما چیه؟ میکروفونم بسته بود نمیتونستم حرف بزنم. ولی حسن پسر خوبیه، زیاد نمیشه بیرون این منور باشه، آبرو بره. یعنی من دو سه بار باش رفتم مسئولم ماسک و کلاه بزنم نبینم من با اینم. یه خاطرم زیاد. یه بار مثلا این سفر زیارتی با هم رفتیم گفت من یه عرض حالی دارم. گفتم بنویس، کاغذ بنویس بنداز تو این مشکل. ما شنونده‌ای هستش. نوشت که من نگاه کردم مینوشت که من آرزوم اینه که به هر حال بچه دار باشم، نمیدونم بچه‌ام سالم سرانجام برسن، خودم خانواده‌ام همسرم اینا، بعد بمیرم. انداخت و اومدیم بیرون، یه ماشین یه نمه زد بهش و پا شد و گفت بابا مثل این نامه رو برعکس داره میخونه، از مردن ما داره شروع میشه. اینم شانس اقبالش، ولی قابل درک و تحمله. به هر حال جزء، یعنی یک بار من خاطرات مدرسه‌شو میگفت از دهنش در رفت. گفت که گفتم تابلو بالای مدرسه تو یادته؟ گواره نشد مدرسه استثنایی. اصلا جون نمیخواد بگی یا استثنایی بود اینا. به هر حال یعنی که جزء آسیب دیدهای اجتماعیه. من برام قابل حل و درک، ان شاءالله برای شما هم همینطور. کلا نظرتون در مورد اون کرال پشت چی بودش؟ من یادم نمیاد، ولی بعدن این خاطره گفت من چون من که سرم زیرا بود، ولی ایشون میگفت یا برای خودش بافته بود تصور که یا اینکه واقعا واقعیت داشت، اما هم اون مردم من حق میدم. حالا من یه دستم به افتخار حسن آقای ریوندی بذاریم. حسن آقا دست درد نکنه. جدولان میزنه ها. من دارم آره شیشه یعنی یه حسی داره، آینه اخمو ابروها تو هم یه آیا ابوالفضل اومد. ولی الان گوله میخوای من برم جلوی در فجا بدم نیاد؟ آقا چیزی نشده که چیه؟ آقا ایشون بود. ایشون بود. بیا قربونت برم. بیا نه بیا اشکال نداره. گفتم قابل عزیزم قربونت برم.
آقای رجبی تا الان داشت از شما تعریف می‌کرد. بشین آدم باش بشین. سلام آقای فرهاد. عزیزم بشین. من برات بیام اینجا. حالا دیگه اومدی دیگه تو حالا میکروفون همینجوری نمیخواد. میکروفون همین که میکروفون نداره یکیش به نفع ماست. بشین. میکروفون آقا نداره. تا شما خوشو بشکنید ما یه آهنگ بشنویم همچین حسابی شاد بشیم و حس و حالمون خیلی بهتر از اینی که هست بشه دوباره برمیگردیم. میگم کاش که حسن ریوندی نیاد این بر. چرا؟ حالا از خودش میپرس. حالا الان برمیگردیم ببینیم چرا. این آهنگ رو گوش کنید. من از تو بدتر